تو یکی از محله‌های قدیمی تهران، فرزانه توی خونه‌ای قدیمی و متروک زندگی می‌کرد. خونه‌ای که همه میگفتن جن داره و شب‌ها صدای قدم و خنده‌های عجیب ازش در میاد. ولی فرزانه نه، اون همیشه حس می‌کرد خونه ی داستان پنهون داره که منتظر کسیه تا کشفش کنه. اون شب بارونی، وقتی بارون به شیشه ها میزد و باد توی درز دیوارها زوزه میکشید، فرزانه داشت کتاب میخوند. یه دفعه صدای قدم‌های آهسته از طبقه پایین شنید. قلبش تند زد، ولی کنجکاویش قوی تر بود. چرا قوه برداشت و آروم پله ها رو پایین رفت. هر قدم که پایین میرفت، صدا واضح‌تر میشد. رسید به زیر زمین. نور ضعیف یه لامپ قدیمی فضا رو روشن میکرد. سایه ها روی دیوار میرقصیدن. انگار چیزی دیده نمیشد، اما حضورش حس میشد. چشمش افتاد به یه در زنگ زده که انگار ازش صدای نفس کشیدن میومد. دستش رو روی در گذاشت و آروم بازش کرد. یه اتاق کوچک پر از وسایل قدیمی و عکس‌های یه خانواده قدیمی که همشون نگاهشون روی فرزانه بود. ناگهان یکی از عکس‌ها افتاد و شیشه‌اش شکست. جلو رفت و وقتی عکس رو برداشت، دید خودشه. عین خودش توی عکس. همون موقع صدای یه زن از تاریکی اتاق اومد. من هیچ وقت فراموش نمیشم غیره. فرزانه عقب رفت، ولی یک چیزی تو دلش میگفت باید جلو بره. قدمهایش رو روی زمین سرد زیر زمین گذاشت. هوا سنگین و بوی کپت و پوسیدگی داشت. صدای نجوا بیشتر شد. انگار زن از داخل دیوارها حرف میزد. تو نمیتونی فرار کنی، غیر من باهاتم، غیره برای همیشه غیره. لحظه بعد سایه‌ای از تاریکی بیرون زد. فرزانه سعی کرد فرار کنه، اما انگار زمین زیر پایش چسبیده بود. سایه خودش رو گرفت و بلند شد. غیره و ناگهان صورت زن که در عکس دیده بود جلوی صورتش ظاهر شد. چشمهای خالی، لبهایی که پاره پاره می‌لرزیدن و فریادی که هیچ وقت تموم نمی‌شد. فرزانه سعی کرد جیغ بزنه، ولی صداش تو گلوی خودش گیر کرد. زن دستش رو روی قلب فرزانه گذاشت و با یه لبخند شوم گفت تو حالا مال منی، غیره برای همیشه غیره. و بعد هیچ کس در محل دیگه اون خونه رو ندید. فقط وقتی باد و بارون بود، صدای خنده زنی از زیر زمین به گوش می رسید و بعضی‌ها می گفتن گاهی شب‌ها یه دختر جوان که شبیه فرزانه است توی پنجره خونه قدیمی دیده میشه که چشم‌ها سیاه و خالیست غیره.